همه روزه هزاران نفر به بازار مشهور اوشی بیشکک می آیند. از نزد خانه با دیوارهای بلند می گذرند، ولی شاید کم کسی از آنها تصور می کند که پشت درهای این خانه چی می گذرد. نور اویمایی 16 ساله را ربوده 2 هفته در همین خانه نگاه داشتند. در مقابل خانه شعبه میلیسا جایگیر است. به نقل دختر در خانه همراه او 11 زن دیگر کار می کردند. نور اویم در میان آنها از همه خردتر بوده است. ما تقریبا خوب نمی کردیم. روز و شب ما رو بیدار می کردند. هر روز به نزدمان تا 20 مرد می آمد. نور اویم می گوید چندین بار از مشتریان فاحشه‌خانه کمک پرسیده است. وقتی مردها از صاحب خانه درباره دختری نابالغ می پرسیدند، بعد رفتن آنها نور اویم را لط و کوب می کردند. به نقل دختر گاه او را شوهر صاحب فاحشه‌خانه می زد و تجاوز می کرد. من می گریستم و از چند جوان خواستم که کمک کنند. وقتی آنها از صاحب خانه می پرسیدند که این دختر از کجاست و او را از کجا یافتی، پاسخ می داد که کار شما نیست. بعد این مرا می زدند که چرا به آنها در این باره گفتم. نور اویم میگوید با مادر و خواهرش در دهه خورده در نزدیکی شهر قراقل ولایت اسیقکول زندگی میکرد. وی معلول گروهی دوم بوده است. بنابراین صنف نهم را به زور ختم کرده است. همراه با مادرش در خواجگی دهقانی کار میکرد. من با اسم در زمین کارتوشکا شناس شدم. او تلفن مرا پرسید و بعد به جشن تولدش دعوت کرد. در قراقل با تلفن صحبت داشت و خواست که منتظرش باشم. در این وقت ماشین سیاه آمد، مرا به زور داخل آن کرده به بیشکک بردند. در آنجا دستانم را کشادند، لط و کوب و تجاوز کردند. صاحب خانه و شوهرش امر دادند که خود را 18 ساله و از بیشکک بگویم. گفتند که باید برای پرداخت 15,000 پول قرض کار کنم. وقتی رد کردم مرا زدند. برای آزاد شدن نور اویم از اسارت یکی از مشتریان کمک کرده است. وی تلفنش را داده است تا نور اویم به مادرش زنگ زند. بعداً خاله‌اش او را نجات داده است. زمانی که کارمندان میلیسا به فاحشه‌خانه آمدند، کسی را پیدا نکردند. حقوقشناسان میگویند در وزارت کارهای داخلی شکایت آنها را در مورد آدمربایی، غیرقانونی نگاه داشتن شخص نادیده میگیرند. فقط با ماده تجاوز تفتیش را پیش میبردند. آنها یگان چاره‌بینی تفتیشاتی نگذرانیدند. حتی ما را همچون جبر دیده نیز دعوت نکردند. کسی بعد از تجاوز بازداشت نشده است. فاحشه‌خانه‌ای که دختری نابالغ در آنجا نگاه داشته میشد، حالا هم کار میکند. پیوندان نابالغ نگرانند که صاحبان آن و گناهکاران به جزا میمانند.